با سلام. در بخش اول ما در مورد وظایف ایونت هندلر، دلیگیت و ایونت صحبت خواهیم کرد. البته اگر شما قبلا با دات نت کار کرده باشید ممکن است بگویید من قبلا این کار را کردم. مثلا من قبلا یک کلید را بر روی صفحه انداختم و سپس بر روی آن دبل کلیک کردم و برای آن کد نوشتم. این کار خیلی ساده است، ولی هدف ما در این بخش نگاهی ریزبینانه تر به بحث ایونت هست و اینکه چگونه این سه یعنی ایونت هندلر، دلیگیت و ایونت با یکدیگر مرتبط می شوند. و شما خواهید دید که دلیگیت بخش مهمی از این قضیه است و زمانی که ما بر روی کلیک دبل کلیک می کنیم در پس زمینه تمام اینها ساخته می شوند بدون آنکه ما از آن اطلاعی داشته باشیم. پس ما به صورت مفصل در مورد وظایف این سه مورد صحبت خواهیم کرد. قبل از هر چیز من با وظیفه ایونت شروع می کنم و سپس به سراغ وظیفه دلیگیت خواهم رفت و همانطور که گفتم دلیگیت نقشی اساسی در دات نت فریمورک ایفا می کنم و واقعا بدون دلیگیت ما ایونت هم نخواهیم داشت. و همینجا متذکر می شوم که دلیگیت علاوه بر استفاده در ایونت ها کاربردهای بسیار زیاد دیگری دارد که در همین مجموعه آموزشی شما با آنها آشنا خواهید شد. و در نهایت به سراغ ایونت هندلر خواهیم رفت و در مورد آن صحبت خواهیم کرد. خب مثال خوب برای مقایسه این سه همان بازی قدیمی تلفن نخی است. آنچه که ما در سمت چپ تصویر داریم دختری است که در حال صحبت با پدرش است. می توان دختر را به یک ایونت ریزر تشبیه کرد و پدر را به ایونت هندلر. ما در اینجا احتیاج به یک رابط بین ایونت هندلر و ایونت ریزر داریم که نقش این رابط را دلیگیت ایفا می کند. در واقع این دلیگیت است که اجازه می دهد همه این عملیات انجام شود. به طور مشخص در این مثال فرض کنید زمانی که دختر یک ایونت ریز می کند چگونه این ایونت به پدر انتقال می یابد. خب این عمل از طریق این رشته نخ انجام می شود که در اینجا می شود آن را به دلیگیت تشبیه کرد. و یک بخش مهم دیگر ایونت آرکس یا همان ایونت آرگومان ها هستند که همان داده هایی هستند که ما می خواهیم به ایونت هندلر انتقال بدهیم. در واقع ایونت آرکس می تواند یک یا چند پراپرتی داشته باشد. به عنوان مثال برای یک کلیک ایونت ما نیاز به هیچ پراپرتی نداریم، ولی برای ماوس کلیک ایونت ما نیاز به اطلاعات بیشتری داریم. مثلا مختصات X و Y نقطه‌ای که کلیک بر روی آن انجام شده یا اینکه کدام کلید موس فشرده شده. خب اینها اصول ایونت بودند. حال که با این اصول آشنا شدید اجازه بدهید نگاهی دقیق‌تری به ایونت بیاندازیم. ایونت ها بخش مهمی از دات نت فریمورک می باشند و مطمئنا شما آنها را در جاهای مختلف دیده اید. در یک باتن کلیک ساده یا ایندکس چنج ایونت در دراپ داون لیست یا حتی ممکن است شما برای یک کاستم آبجکت مانند اوردر آبجکت که ساخته اید یک ایونت پیاده سازی کنید. مثلا اگر کاستومر یک اوردر جدید به لیست اضافه کرد ایونت مربوط به اوردر فعال شده و باقی بخش‌های سیستم به باقی بخش‌های سیستم اعلام می‌کند که یک اوردر جدید اضافه شده و باقی بخش‌ها می‌توانند عملیات مربوط به خود را انجام دهند. همانطور که گفتم ایونت تنها یک نوتیفیکیشن است. مانند مثال دختر و پدر که دختر زمانی که شروع به صحبت می‌کند یک ایونت برای پدر ریز می‌کند.
اگر بخواهیم ایونت را تعریف کنیم باید بگوییم ایونت تنها یک نوتیفیکیشن است که یک پیغام میتواند به یک یا چند سابسکرایبر انتقال یابد. و باید بگویم ایونت ها وظایفی اساسی در داده فریمورک ایفا میکنند. از کوچکترین برنامه‌ای که شما خواهید نوشت تا پیشرفته ترین و پیچیده ترین برنامه ها کاربرد دارند و پیشنهاد اکید من این است که از این قابلیت نه تنها در UI ایونت هایی که دادنت در اختیار شما میگذارد که بسیار استفاده میکنید، بلکه سعی کنید که کاستم ایونت را برای آبجکت هایی که خود نیز طراحی میکنید پیاده سازی کنید و خواهید دید که چقدر برنامه های بهتری به کمک ایونت خواهید نوشت. ساده‌ترین مثال برای ایونت یک باتن ایونت است. اگر شما با C# کار کرده باشید حتما با ایونت کار کردید. شما تنها کافی است که یک باتن را در صفحه بیاندازید و سپس با دابل کلیک کردن بر روی این باتن کلیک ایونت هندلر در پس زمینه بدون اینکه حتی نیاز باشد شما یک خط کد بنویسید تولید خواهد شد. نکته جالب برای ایونت ها این است که تنها یک آبجکت به ایونت گوش نمیدهد، بلکه چندین آبجکت میتوانند به ایونت گوش بدهند. البته این مثال برای باتن چندان کاربردی ندارد، ولی برای آنچه که گفتم یعنی یک آردر آبجکت که برای آن ایونت پیاده سازی کرده اید میتواند مثال خوبی باشد. مثلا به محض اینکه یک اوردر جدید اضافه شد 5 قسمت سیستم اصطلاحاً آن ایونت را سابسکرایب کردن می توانند از تغییر به وجود آمده مطلع شوند. و بخش مهم دیگر ایونت دیتا است. به عنوان مثال زمانی که اوردر ایونت ریز شد ممکن است ما بخواهیم بدانیم این اوردر از کجا بوده، چه مقدار ارزش داشته و اطلاعاتی نظیر این که این دیتا از طریق ایونت آرک انتقال می یابد. حالا که در مورد نقش ایونت آشنا شدید اجازه بدهید ابتدا نگاه دقیق‌تری به دلیگیت داشته باشیم که در مجموعه بعدی در اختیار شما قرار داده خواهد.